قبل از این من شروع بکنم این نکته بگم، میدونم که دیر دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم، ولی به هر حال نیاز بود، چون این انیمه تونست ژانر رمانس مدرسه‌ای به خصوصا ژانر رمانس مدرسه‌ای رو بیاد نجات بده به بهترین و عالی‌ترین نحوی که میشد و تونست این کار رو انجام بده. توی این ویدیو من قراره که هم فصل 1 و هم فصل 2 رو بررسی بکنم و اینجوری دقیقاً بگم تحلیل و بررسیش بکنم و بهتون اثبات بکنم که چرا این انیمه تونست معنای واقعی کلمه رمانس رو بیاد نشون بده. تو فصل 1 ما آنچنان چیز رمانسی ندیدیم، چیز عاشقانه رمانتیکی ندیدیم، چون نمیدونست که کدوم مسیر رو میخواست پیش ببره. میخواست یک مسیر کاملا نرمال رمانس رو پیش ببره، میخواست یک مسیر نرمال های اسکول لایف رو پیش ببره، اون زندگی مدرسه‌ای رو پیش ببره، یا میخواست یه چیز خیلی فراتر از اون باشه. معمولا تو انیمه های رمانس که هممون خیلی بارها دیدیم میتونیم پیش بینی بکنیم، وقتی که داستان رو میبینیم، وقتی که انیمه رو میبینیم میتونیم پیش بینی بکنیم که قراره چه اتفاقی بیفته در آینده نزدیک داستان و میتونیم حتی پیش بینی بکنیم که چه اتفاقایی در آینده دور قراره بیفته. ولی در مورد The Dangers in My Heart نمیتونیم یه همچین چیزی رو بگیم، همون رو تکرار بکنیم، چون داستانش هیچ مسیر مشخصی نداشت. نمیدونست که کدوم مسیر رو میخواست پیش بره، میخواست که رمانس باشه یا نه. ولی خب میشه گفت به خاطر بیس داستانی، به خاطر کاراکترها، به خاطر آرت استایل‌ها و جزئیات‌های دیگه‌ای که وجود داشته میتونستیم حدس بزنیم و بفهمیم که یک مسیر رمانسه. اما نکته اصلی اینجاست که 90% این مدل انیمه ها، مخصوصا انیمه های رمانس رو بزرگسال‌ها اومدن نوشتن، فول گرون آپ ادالتس اومدن نوشتن این داستان ها رو، و یکی از مشکلاتی که هستش اینه که نمیتونن درک بکنن که یک تینیجر توی این سن نمیتونه راجع به احساسات خودش و حسی که نسبت به دیگران داره بیاد صحبت بکنه، چون به هر حال براش جدیده، به یک مقطع جدیدی از زندگیش رسیده و کاملا این مسائل متفاوته براش. چون اول همه که حالا این توضیح اضافه است، این بونس پوینت برای شما، چون توی انگلیسی سخت اینو توضیح ندادم، ولی نکته اصلی اینجاست که وقتی شما وارد تینیجری میشی به یک مقطعی میرسی که همه چیز برات نو تازگی داره. بالاخره در واقع اویکنینگ شماست، میشه اینجوری گفت، که شما بیدار میشی بالاخره از اون حالتی که بودی دیگه، برای خودت میتونی تصمیم بگیری و همه اینا، و همه این مسائل جدیدیه و نمیتونین شما بیای همون اول کار تصمیمای دقیق بگیری و راحت باشی نسبت بهشون. خلاصه حرف اینه که تینیجرها به اون بلوغیت نرسیدن، تازه وارد بلوغ شدن، اون کامل نشده بلوغشون، به خاطر همین ذهنشون دائما داره راجع به چیزهای مختلف فکر میکنن و میچرخه و نمیتونن هم مدلی که آدم بزرگها با احساساتشون برخورد میکنن اینا هم بیان باش برخورد بکنن، تینیجرها بیان باش برخورد بکنن. ولی چیزی که آدم بزرگها فکر میکنن اینه که همونطور که خودمون آدم بزرگها میتونن با احساسات خودشون کنار بیان و درک بکنن که چون احساساتی دارن، فکر میکنن که تینیجرها هم میتونن، نوجوانها هم میتونن، مخصوصا در کشوری مثل کشور خودمون. اما حقیقت ماجرا و واقعیت مسئله اینه که تینیجرها گم شدن و در واقع گیج شدن، گیر کردن توی یه خلایی که توش همه چیز میتونه باشه، از احساسات گرفته، فلسفه گرفته. نکته جالب قضیه اینه که تینیجرها در رابطه با همه این مسائل به صورت همزمان فکر میکنن، به خاطر همینه که اکثر مواقع خیلی عصبانی ان، خودشون از جامعه دور میکنن، خجالتی میشن و خیلی موارد دیگه. و همه این موارد و موارد دیگر رو ما توی کاراکتر اصلی خودمون توی این داستان میتونیم ببینیم. وقتی که پیش یامادا یا حتی وقتی بهش فکر میکنه، کاراکتر اصلی ما اینجا درگیری براش پیش میاد، خیلی داره تلاش میکنه که آروم باشه تو اون شرایط، با توجه به اینکه این همه حس جدید و واقعیت‌های جدید رو داره درک میکنه، در واقع ریالایزشون میکنه، متوجهشون میشه. تو کل فصل 1 تنها چیزی که ما میدیدیم دائما این بود که احساساتی که ایچیکاوا نسبت به یامادا داشت رو متوجه بشه، درکشون بکنه، بشناستشون، و هر بار توی هر قسمت میمد اون احساساتش رو که نسبت به یامادا داشت رو رد میکرد و به خاطر همین خیلی مغرور و خودخواهانه بود، هم خودش و این کارهایی که انجام میداد، این ردی که میکرد، رد احساساتی که میکرد، و نه تنها احساسات خودش رو رد میکرد بلکه احساسات یامادا رو هم اصلا زیر سوال میبرد، اصلا قبولش
رو نمیکرد، در واقع اهمیتی نمیداد. اگه میخوام دقیق تر بگم بهتون که انقدر این کارو کرد که حتی باعث شد که یامادا گریش بگیره. ولی نکته اصلی اینجاست که با وجود اینکه این اتفاق افتاد ولی بالاخره متوجه شد که در تمام این مدت فقط دنبال یک دلیلی میگشت که از یامادا متنفر باشه. ولی وقتی دید که هیچ دلیلی نمیتونه پیدا بکنه، بالاخره این مقاومت بیخودش رو کنار گذاشت و تسلیم شد و احساسات خودش رو در قبال یامادا قبول کرد. هدف اصلی فصل 1 و فصل 2 به هیچ وجه در رابطه با رومنس نبوده، در رابطه با اون احساسات عاشقانه که داشتن نبوده. در واقع هدف اصلی فصل 1 و 2 برای این بوده که مشکلات شخصیت‌های اصلی ما، اون انگزایتی ها، اون پرابلم هایی که داشتن رو حل بکنه. هدف اصلی این بوده، چون توی فصل 1 ایچیکاوا سوشال انگزایتی داشت و به خاطر همین توی روابط اجتماعیش خیلی ضعف داشت، نمیتونست که با اجتماع کنار بیاد، توی اجتماع باشه. به خاطر همین یک رفتارها و عادتهای خیلی عجیب رو پدید آورد برای خودش و نمونهش این میشه که باور داشت هیچ کسی باهاش دوست نیست و هیچ دوستی نداره و صرفا همه دشمن اون به حساب میاد. ولی این حس رو و این نگاه رو نسبت به همه نداشت، نسبت به خانواده‌اش و حتی خواهرش نداشت، ولی به هر حال باز هم یک فاصله بین خودش و اونها ایجاد کرده بود که از اونها فاصله داشته باشه، به خاطر اینکه میترسید که ولش بکنن و برای همیشه ترکش بکنن، به خاطر شخصیتی که داره، به خاطر کسی که هست. چون اگه حواستون باشه و یادتون باشه دوستاش هم همین کار کردن داخل مدرسه. از مدرسه که فارغ التحصیل شد دوستاش بهش گفتن که ما روابطمون رو حفظ کنیم و ما هم دیگه صحبت می‌کنیم، در صورتی که هیچ وقت این کار نکردن. و وقتی که یامادا رفت به یک ایچیکاوا رفت به یک مدرسه دیگه ای، همه ترکش کردن به خاطر اینکه فکر می‌کردن یک آدم کریپه، یک آدم خیلی الان نمونه فارسیش حقیقتا ذهنم نمیاد، ولی آدمیه که حالشون ازش به هم میخوره، به خاطر اینکه داشت یک کتابی میخوند در رابطه با قاتلین بود، یه همچین چیزی. حقیقتا من متوجه نشدم، ولی چیزی که ما متوجه شدیم و فهمیدیم این که به خاطر این تجربه یک عادتی رو پدید آورد که باعث شد که از همه متنفر بشه، از هر چیزی و هر کسی متنفر بشه و یک سپری برای خودش درست بکنه که خودش رو در امان نگه داره و از خودش محافظت بکنه و مطمئن بشه که کسی نمیتونه بهش آسیب بزنه و اینجوری از دید بقیه هم مخفی میشه، یه جوری در واقع کیپ لو پروفایل میکنه و زیاد تو دید عموم نیستش، در مرز عموم خودش رو قرار نمیده. و به خاطر همین دلایلی که میتونیم بفهمیم که چرا از یامادا متنفره، به خاطر اینکه یامادا یک دختری بوده که هم معروف بوده، هم خوشگل بوده و یه حالت بابلی کاراکتر داشته مثل چیساتو توی لیکوریس ریکورد و به خاطر همین همه عاشقش بودن و دوستش داشتن. ولی ایچیکاوا میخواست که زندش نذاره، حالا بکشتش. و دلیلش هم به خاطر این بود که همه فقط اون چیزی که در بیرون میدیدن رو دوست داشتن، نه اون چیزی که در درونش بوده. مشکلی نداشت، قبول میکرد اینو و اهمیتی هم نمیداد، ولی دیگه تنفرش انقدر نسبت به بقیه زیاد شده بود که میخواست یک کاری انجام بده و اون هم کاری بود که بتونه به دیگران آسیب بزنه. همه اینها تغییر کرد تو فصل 1 وقتی یامادا اون روی آسیب پذیر و شکننده ایچیکاوا رو دید و صرفاً میخواست که باهاش خوش بگذره، باهاش بره بیرون، باهاش بره بچرخه، کاری که با بقیه میکنه و اهمیتی هم نمیداد که دیگران ممکنه چی راجبش فکر بکنن. ما بارها هینت این مسئله رو توی فصل 1 دیدیم، توی فصل 2 هم حتی دیدیم که یامادا هیچ وقت نخواست اهمیت بده به دیگران به خاطر اینکه صرفاً با یک آدمی مثل ایچیکاوا میاد میگرده. اما این مسئله سخت بود برای ایچیکاوا، چون هر قسمت و هر سری و هر دفعه‌ای که یک کاری میخواستن با هم دیگه انجام بدن، ایچیکاوا باید از اون کامفورت زون، از اون محل امنش بعد میومد بیرون و کارهایی رو میکرد که براش سخت و دشوار بود و نمیخواست انجامشون بده. به خاطر همین اون کامفورت زون رو درست کرده بود که خودش رو از دیگران دور بکنه و از خودش محافظت بکنه. ولی به خاطر یامادا نه تنها ایچیکاوا اومد از اون کامفورت زون اومد بیرون، بلکه تونست دوستای جدیدی پیدا بکنه و باهاشون وقت بگذرونه، خیلی تجربه‌های جدید و زنده‌ای رو به دست بیاره و احساسات جدید رو کشف بکنه و واقعا به معنای واقعی کلمه زندگی بکنه و از اون کامفورت زونی که داشته، از اون منطقه امنی که داشته بیاد بیرون. همش هم به خاطر یامادا بود. توی فصل 1 تنها چیزی که از یامادا دیدیم یک کاراکتر بابلی بود مثل چیساتو که پر انرژی، به بقیه اهمیت میده و آدم برونگرایی هستش، اکستروورته. و همونطور که ما میتونیم انقدر نکته مثبت و خوب بیایم راجع به یامادا بگیم، همونقدر هم میتونیم نکات بد و منفی رو هم بیایم راجبش بگیم. منظورم از
بد برداشت نکنیم. من نظرم شخصیت منفی نیستش، یعنی اون مسائلی نیستش که تبدیلش کنه به شخصیت خیلی بد، شخصیتی که خوب نباشه. چرا اتفاقا شخصیت پردازش خیلی خوبه و نکته‌ای که من منظورم اینجاست اون ویژگی‌های تیپ شخصیتی که داره، اون ویژگی‌هایی که منفی نگاتیو رو اومده، میگم نگاتیو یا خدا نگاتیو میاد روش تأثیر میذاره و روی رفتار و اخلاق و کارهایی که انجام میده تأثیر منفی میذاره. من منظورم اون دسته از رفتار هاست، اون تیپ هاست، اون در واقع اون ویژگی های بدشه. یامادا بیش از حد به دیگران اهمیت میده، در واقع بخوام دقیق‌تر بگم خیلی اهمیت میده به نگاهی که دیگران نسبت به خودش دارن و از دیگران منظورم فقط آدم‌هاییه که یامادا بهشون اهمیت میده، مثل دوستاش، مثل خانواده‌اش و مهمتر از همه ایچیکاوا، که ما رو میرسونه به 2 تا مشکل اساسی و بزرگ. اول از همه که فکر میکنه که دیگران از اون خیلی بهترن و هر چقدر که بیاد کار انجام بده یامادا هیچ وقت کافی نیست و نمیتونه به سطح اونا برسه، که میرسه به مشکل دوم. یامادا عدم اعتماد به نفس داره، واسه اینکه فکر میکنه هر کاری که میکنه کافی نیست، همونطور که توی قبل اومدم توضیح دادم، و به خاطر اینکه فکر میکنه کافی نیست باعث میشه که واسه دیگران هم مشکل ایجاد بکنه و اذیتشون بکنه، مخصوصا برای خانواده‌اش. و گهگداهی همین مسئله فکر میکنه، ما این تو فصل 2 دیدیم، فکر میکنه که اگه نباشه خانواده‌اش خیلی زندگی بهتری خواهند داشت. اما نکته اصلی اینجاست که تمام این مشکلاتی که یامادا داشت یامادا رو خیلی آسیب پذیر کرد، آسیب پذیرتر از ایچیکاوا. چون یه از بریم بررسی بکنیم، ایچیکاوا مشکلش از بیرونه، یعنی به نحوی که خودش رو نگاه میکنه، فکر میکنه به خاطر شخصیتی که داره، به خاطر کسی که هست، کسی نمیخواد باش باشه، به خاطر همین ترس از طرد شدگی داره و با این مسئلهش مشکلی نداشت، کنار اومده بود، یک کامفورت زونی برای خودش درست کرده بود، خودش رو تو اونجا نگه داشت و از بقیه فاصله گرفت، خودش رو جدا کرد، تا اینکه بالاخره یامادا اومد و همه چی عوض شد که توی فصل 1 ما اینو دیدیم. ولی دلیل این که این انیمه از سطح انتظارها فراتر رفت و تونست ژانر رمانس رو ترمیم بده و برش گردونه بر این اساسه که معمولا داخل انیمه های رمانس جایی که شخصیت اصلی مؤنث ما، شخصیت اصلی دختر ما به مشکلی میخوره و ناراحت میشه، نمیتونه ادامه بده، شخصیت اصلی مذکر ما، شخصیت اصلی مرد ما میاد و میگه که عزیزم نگران نباش همه چی درست میشه و به طرز همین کرینجی که داریم میبینید و همین کلیشه واری که میبینید با قدرت دوستی این دختر عزیز ما تاتاکای وار میشه و میره که این مشکلاتش رو حل بکنه. و جایی که من باش مشکل دارم بشه اینجاست که انقدر این مسئله به شدت بعضی اوقات کیوت، بعضی اوقات خیلی کوله و به خاطر پلات داستانی این مسئله خیلی پیازداغش زیاد میشه که اون مشکل اصلی فراموش میشه. حرف اصلی من اینه که اون مشکل اصلی فراموش میشه، انگار نه انگار وجود خارجی داشته و انگار نه انگار این دختر اومده زمین گیر کرده بوده، یعنی همون شد رفت، حل نشد، روپوشونی شد. چجوری بهتون بگم اصطلاح درستش رو نمیتونم بهتون بگم الان، حقیقتا یادم نمیاد، ولی چیزی که میخوام بگم اینه که مشکل حل نشد، صرفاً اومدن گذاشتنش کنار و دیگه بهش فکری هم نکردن و اهمیتی هم ندادن که بخواد درست بشه. دختر به زندگی خودش رسید و دیگه اصلا فراموش کرد یک همچین مشکلی داشته، دیگه نیومد درستش بکنه، رفته اون پس ذهنش مونده، دیگه اصلا اهمیتی هم ندادن به اون مشکله که بخوان درستش بکنن. اما اینجا شخصیت اصلی ما بهش اثبات کرد، به یامادا اثبات کرد که تمام فکر و ذکرش در رابطه با همه چیز اشتباهه، در رابطه با همه چیزی که فکر میکنه اشتباهه. و حالا ممکنه بپرسین که خب این چطوری میدونه؟ خب جوابش هم واضحه، به خاطر اینکه جدای اینکه این 2 نفر مشکلات خودشون رو دارن، یک سری مشکلات و دردهای مشترکی هم دارن و اون هم اینه که هر دوشون از این میترسن که دیگران ازشون متنفر بشن. اگه بخوام در توضیح بدم اینجوری میشه که یامادا از این میترسه که کسایی که بهشون اهمیت میده وانمود میکنن که به یامادا اهمیت میدن و این کار رو میکنن که نخوان ناراحتش بکنن و مطمئن یامادا که یک زمانی میرسه که دیگر کسی نمیتواند این بشر را تحمل بکنه و به خاطر همین ازش متنفر میشن، عصبانی میشن و ترکش میکنن. اهمیت هم نداره که چقدر خودش رو بالا ببره، چقدر تلاش بکنه، چون به قدر کافی نیست و میترسه به خاطر کسی که هست، به خاطر
عادت‌هایی که داره ترکش میکنن و یکی از این عادت‌ها میشه دقیقاً همون عادتی که وقتی میبینه دیگران ازش بهترن از اونجا میره بیرون و دیگه اون کار رو انجام نمیده، دیگه تکرارش نمیکنه، به خاطر اینکه باور داره اون آدم‌ها واقعاً آدمای فوق‌العاده‌ای هستن و نمیتونه به سطح اونا برسه، نمیتونه خودش رو تو اون حد برسونه و بخاطر همین همیشه فرار میکرد و میترسه که خانواده‌اش ازش متنفر بشن. ایچیکاوا از این میترسه که به خاطر دیگران آسیب ببینه. الان بهتون توضیح میدم. وقتی که با دوستاش خداحافظی کرد، وقتی که فارغ التحصیل شدن، تصمیم گرفتن که ارتباطشون رو با همدیگه نگه دارن، چون مدرسه هاشون جدا شده بود، اون های اسکولشون جدا شده بود، به خاطر همین دیگه نمیتونستن با همدیگه باشن. بعدی تصمیم گرفتن که با همدیگه صحبت کنن و اون رابطه رو نگه دارن. اما این اتفاق نمیفته و با همدیگه هیچ وقت صحبت نمیکنن. تو روزهای اول مدرسه یک کتابی با خودش داشت ایچیکاوا که اون کتاب رو میخون و اون کتاب همونطور که بالا اشاره کردم راجع به قاتلین و قتل‌هاشون بود. حالا زیاد مطمئن نیستم راجع به کانتنت کتاب، ولی اینو میدونیم که وقتی که دیگران ایچیکاوا رو با این کتاب دیدن ازش ترسیدن و فاصله‌شون رو حفظ کردن و دور شدن ازشون. تنها تفاوتی که بین این دوتا درد و این دوتا مشکل وجود داره اینه که ایچیکاوا نخواست دیگه با کسی باشه، در قلبش رو به همه بست و از همه چیز و همه کس متنفر شد و خودش رو توی یک کامفورت زونی گذاشت. اما یامادا این کار نکرد و بیشتر عذاب دید، برای اینکه می‌خواست خودش رو به اون سطح برسونه، به اون سطح انتظار برسونه که فکر می‌کنه که باید می‌بود. هر دوتاشون به همدیگه کمک کردن که متوجه بشن که دارن اشتباه فکر می‌کنن و دیگران، حداقل کسایی که اینا بهشون اهمیت میدن، ازشون متنفر نیستن و تو کل مسیری که پیش رفتن هر دو احساسات جدیدی رو پیدا کردن و کشف کردن. خیلی کرینج بودن، خیلی پخت و پز داشتن، در واقع کوک سنگینی کردن، با هم دیگه خندیدن، با هم دیگه گریه کردن، به هم دیگه ایمان و اعتماد داشتن، به هم دیگه اهمیت دادن و در نهایت مشکلشون کامل حل نشد، بخش عظیمیشو تونستن حل بکنن و الان تبدیل به کسایی شدن که وقتی شما با گذشتهشون مقایسهشون میکنی دیگه اون آدم سابق نیستن. چه ایچیکاوا چه یامادا، این دو نفر انقدری تغییر کردن که ما دیگه وقتی گذشتهشون رو میذاریم کنار آیندهشون، کنار کسایی که الان هستن، ما دیگه نمیتونیم مقایسهشون بکنیم، مثلا نمیتونیم بشناسیمشون. امکان نداره برای ما که قبول بکنیم که این دو نفر همون دو نفری هستن که ما قبلا میشناختیم و از حالا به بعد مسیرشون پرچالش‌تر و سخت‌تر خواهد بود، ولی ما نیازی نیست نگران باشیم چون به هر حال با هم هستن و با هم دیگه این مسیر سخت و این چالش ها رو با هم دیگه پشت سر میذارن و ما هم از یک زاویه دور شاهد رسیدن به موفقیت این دو نفر خواهیم بود و اینکه چجوری این چپتر جدید زندگیشون رو با هم دیگه رقم میزنن. و در آخر هم خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. ببخشید که من خیلی وقت ویدیو نذاشته بودم، من توی قسمت مقدمه توضیح دادم دیگه، اینجا تکرار نمی‌کنم. به هر حال ممنون که این ویدیو رو دیدید، خیلی خوشحال میشم که به من کمک بکنید و این ویدیو رو لایک بکنین و حتما کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنین اگه بار اولتون هست. ببخشید اون اول سرتون به درد آوردم اگه اولین باری هستش که من دارید می‌بینید و خیلی خوشحال میشم که بشینین. بازم میگم تاکید میکنم برای چندمین بار کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنین، ویدیوی منو لایک بکنین، با دیگران هم به اشتراک بذارین که اونها هم ببینن و لذت ببرن و نظرتون توی کامنت بهم بگین، خیلی کمک میکنه. اگه سوالی هم راجع به انیمه داشتید، اگه سوال راجع به خود روند داستانی شخصیت همین داشتید، من همه اینا رو جواب میدم و با جزئیاتی هم جواب میدم که کسی تا حالا دقت نکرده بوده. و این مثلا بگم که من دارم مانگا رو میخونم، تازه شروع کردم و هر موقع که مانگا تموم بشه من یک صحبتی هم راجع به مانگا خواهم کرد. تا اون ویدیو و یک انیمه آکادمی دیگه، بدرود. حدس میکرو افتاد نه.